خوش به حال چنین جوانمردان که سربلندانه پی خدمت مادر وطن رفتند، ولی مرگ به سر آن جوانمردان، آن کسانی که خود را جوانمرد می حسابند و بر سر فرزندی دیگر تاجیک ظلم می کنند. با نام الله بخشنده و مهربان. سلام و صلوات بر رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در نهایت ادب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان است. روز 23 فوریه. برادران عزیز، شجاعتمندان، سربلندانی که توانستید خدمت خود را در نزد مادر وطن انجام دهید، کدام یک سال خدمت کرده اید، برای شما این روز مبارک باشد. و یک شعر زیبای بود، میگویند تا بخوابد ملت آسوده در بالین ناز، عسکر باید که سنگ خاره را بستر کند. امروز در برابر همه آن تبریک و تمنیات، خوش روزی و خوشحالی، ما و شما باید کسانی را که با سر بلند به خاطر خدمت کردن به مادر وطن زمان به صف قواهای مسلح رفته بودند و در آنجا از دست بعض نوجوان مردان معیوب، مسلوق و یا کشته شدند یادآوری کنیم. امروز روز خرسندی است برای آنهایی که زنده اند، ولی برای آنهایی که در صف قواهای مسلح با ناعدالتی و ناجوانمردی بعضی از همخدمتان و یا خود رهبران قسمهای نظامی معیوب و مسلوقند و یا خود الک جان به جان آفرین سپاریدند، روز ماتم است. جاویدان امیرخانوف، نام جوانی 22 ساله، بعد 18 روز خدمت در ناحیه لخش سابق جرگتال هلاک شده است. مادر فردوس رحمتов، جوان 22 ساله که پس از یک ماه سربازی در پادگان شهر کانی بادام درگذشته است، میگویند هرگز نتیجه تشخیص پزشکی مرگ فرزندشان را نخواهند پذیرفت. پس دعا کنیم در حق آنها، علل خصوص در حق برادرمان شهبال میرزایف که سال 2014 معیوب بود و اول این ماه فوریه پس از عذاب و اذیت زیاد جان به جان آفرین سپارید. خوش به حال چنین جوانمردان که سربلندانه پی خدمت مادر وطن رفتند، ولی مرگ به سر آن جوانمردان، آن کسانی که خود را جوانمرد می حسابند و بر سر فرزندی دیگر تاجیک ظلم می کنند، عذاب و اذیتشان می دهند، معیوب و مسلوقشان می کنند. جسد بختیار قربانمدov ساکن 22 ساله شهر کلاب روز 19 اپریل و همگی بعد از 5 روزی به خدمت سربازی رفتن به خانه‌شان آورده شد. کاتکونا تاری پوگیدا سیاد طرفاج قداگی تانو هم ازاردو شتا قدی زداگی مایب کاگی بچه‌ها بازورکش کاگی. پس بیایید دعا کنیم در حق آنهایی که امروز دیگر در قید حیات نیستند. ایشان نیز فرزند این دیار بودند، ایشان نیز لباس نظامی به بر کرده و میخواستند به این دیار خدمت کنند. برای پدر و مادر این گونه جوانمردان از درگاه خداوند صبر جمیل عطا فرماید. گفته دعا کنیم در حق جوانمردان خودشان باشد، دعای نیک کنید، دعای خیر کنید تا خداوند برایشان باغی از باغ‌های بهشت را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. روز تأسیس یابی قواهای مسلح برای همه ما و شما مبارک باشد.